تا حالا ماساژ رو اندازه‌گیری کردید؟ پس اگه این مطلب برای شما هم مهم هست تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. به نام خدا، بکتاش الهامیان هستم، تدوین کننده سیلابس های درسی ماساژ درمانی ویژه پزشکان و همینطور مدرس دوره های ماساژ درمانی. خب همونطور که خدمتتون عرض کردم، ماساژ رو میشه از دو بعد اندازه گیری کرد: بعد کمیتی یا کوانتیتی، بعد کیفیتی یا کوالیتی. از نگاه کمیتی ارتباط داره به میزان زمان و تایمی که شما برای کلاینتتون یا پیشنتتون میذارید. یعنی اینکه اگر که مثلا شما نیم ساعت ماساژ بدید یا 1 ساعت ماساژ بدید، این رو میتونیم از ابعاد کمیتی بررسی کنیم. و نگاه دیگه ای که میتونیم بهش بکنیم اینه که شما به چند روش میخواید این پروسه رو دنبال بکنید. میتونید اپروچ های مختلفی رو به کار ببرید، تکنیک های مختلفی رو به کار ببرید. مثلا برای یه نفر شما میتونید که از یه روش 5-6 تا تکنیک استفاده کنید و برای یه نفر میتونید که چندین مدالیته درمانی رو به اصطلاح به کار ببرید. پس این هم میشه از بعد کمیتی. و یه نکته دیگه هم که میتونیم بهش اشاره بکنیم از بعد کمیتی، مربوط به کسانی میشه که دارن در حین ماساژ کار شما رو رعایت میکنن. یعنی ممکنه یه نفر موقع ماساژ تکنیک های فوق العاده زیبا و جذابی رو اجرا کنه از نگاه بیننده، ولی ممکنه این تکنیک ها از نظر آکادمیک و از نظر پزشکی زیاد درست و قابل قبول نباشه. پس اینم تو کتگوری و دسته کمیتی قرار میگیره. و اما بعد کیفیتی ماساژ میتونه سرنوشت‌های متعددی رو دنبال بکنه، اما از همه مهمتر میتونیم 3 تا فاکتور رو براش مثال بزنیم: فاکتور مکانیکال یا تأثیرات مکانیکی یا فیزیکی ماساژ، فاکتور فیزیولوژیکال که همون تأثیرات فیزیولوژیک بدن که در بدن چه اتفاقی میفته، و فاکتور سایکولوژیکال که از نظر عاطفی، روحی و روانی ما میتونیم چه تأثیراتی رو در افراد ایجاد بکنیم. در برخی منابع ممکنه با این تایتل، با این عنوان شما بعد کیفیتی ماساژ رو دنبال بکنید: تأثیرات اولیه ماساژ و تأثیرات ثانویه ماساژ. و جالب خدمتتون بگم این فاکتورهایی که خدمتتون گفتم، مکانیکال افکت، فیزیولوژیکال افکت و سایکولوژیکال افکت، همه با هم مرتبط خواهند بود. یعنی در یک جلسه ماساژ اینها رو شما میتونید رقم بزنید. فقط میزان دانش شما و میزان مهارت شما و تجربتون میتونه سهم هر کدوم اینا رو تغییر بده. خب بپردازیم به فاکتور اول و همون فاکتور مکانیکال ماساژ که ببینید ما در مکانیکال افکت بیشتر هدفمون استفاده از نیروه. یعنی همون اتفاقاتی که در گذشته تحت عنوان حالا مشتمال یا براتون بگم ورز دادن هایی که اتفاق می افتاد، که حتی الان ما خوب که داریم به اصطلاح ذره بینی نگاه میکنیم، حتی همون مشتمال هم یه سری تکنیک های خیلی دقیق و پیچیده ای رو داشت. اما کلا ما نگاهمون نگاه فورس و نیرو هست. در زمانی که ما داریم از نیرو استفاده میکنیم برای ماساژ، این اتفاقات و این پارامترها رو میتونیم دنبال بکنیم. خب ببینید تأثیراتی که در بعد مکانیکال
اتفاق میفته، یکیش اینه که مایعات بدن به حرکت بهتری تشویق میشن. و عزیزانی که با اصطلاح تریگر پوینت یا نقاط ماشعی آشنایی دارن، اینجا میتونیم که از تأثیرات مکانیکی به این نحو استفاده کنیم که هر گونه بلوکیج و انسدادی در بافت ها وجود داره با اون فورس و نیرویی که ما اعمال میکنیم میتونه تا حدودی بهبود پیدا بکنه. نکته دیگه که توی این زمینه ازش یاد شده اینه که بریک داون و الاینمنت، یعنی بافت های کلاژن و فایبر های کلاژنی که در نقش ترمیمی به اصطلاح قرار دارن، اینها موقعی که فرایند ترمیم صورت میگیره ممکنه به طور نامنظم شکل بگیرن. پس ما با استفاده از نیرویی که به کار میبریم میتونیم اینها رو تشویق کنیم که آرایش منظمی بگیرن و در نتیجه از نظر قوام بافت تقویت میشه. یه اتفاق دیگه ای که میفته زمانی که بافت های کلاژن در یک منطقه برای فرایند ترمیم تشکیل میشن، احتمال داره بیش از حد این اتفاق بیفته و عاملی به نام ادهیشن یا چسبندگی بین بافت ها هم صورت بگیره. پس ما از تأثیرات مکانیکی ماساژ میتونیم اینجا کمک بگیریم که ادهیژن و چسبندگی رو کاهش بدیم. اتفاق دیگه ای که میتونه برای ما بیفته اینه که ما میتونیم گرما ایجاد کنیم. یکی گرمایی که از حاصل حرکاتی که ما انجام میدیم اتفاق میفته درون بافت، و یکی هم گرمایی که از دست ما میتونه منتقل بشه. پس این هم یک فاکتور. و فاکتور آخری که میتونیم بهش اشاره بکنیم، ما به واسطه تأثیرات مکانیکی میتونیم خاصیت ارتجاعی بافت رو هم افزایش بدیم. یعنی اون بافت های الاستین با نیرویی که بهشون اعمال میشه تا حدودی میتونن قابلیت ارتجاعی خودشون رو افزایش بدن.